ببینید اولین گناهی که در آسمان ها انجام شد حسد بود. اولین گناهی هم که در دنیا انجام شد حسد بود. ابلیس نسبت به آدم علیه السلام حسد کرد، با خودبینی گفت من از این بهترم، انا خیر من، من از این بهترم، چرا این باید اینو داشته باشه، اینو حاصل عجب و خودبینی. اولین گناهی هم که در دنیا انجام شد بازم حسد بود، یه مریضی قلبی و درونی بود. اولین گناهی هم که در دنیا انجام شد حسد بود. قابیل نسبت به برادرش حابیل حسد کرد و اونو کشت. حسد بسیار چیز خطرناکیه و این حاصل خودبینی. ریشه حسد خودبینیه، چون انسان حسود همیشه فکر میکنه من از دیگران بهترم، من لایق این نعمتم، من لایق این خوبیم، من لایق این کمالم، چرا به او داده شده؟